گلن فاین ناظر کل پنتاگون ضمن گزارش خود خبر داد که خطر ظهور دوباره گروه جنگجوی دولت اسلامی امکان دارد. شمار جنگجویان این گروه در عراق و سوریه در عین حال احتمال دارد به 18,000 رسیده باشد. با گفته گلن فاین، سبب گسترش دوباره گروه تروریستی به ویژه به کم شدن شمار نظامیان ایالات متحده آمریکا در منطقه ارزیابی می شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ماه دکبر سال گذشته اعلام کرد که نظامیان آمریکایی سوریه را ترک می‌کنند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این تصمیم را به پیروزی مطلق به جنگجویان ربط داد. وزیر مدافع این کشور جیمز ماتیس با نشان اعتراض از این تصمیم به استعفا رفت. در نهایت اعضای بلندپایه پنتاگون به نوشته رسانه‌ها عملاً ترامپ را راضی کردند که قسمی از ارتش در سوریه باقی ماند. اما کارشناسان میگویند رسانه‌ای کردن تخمین زیادشوی و قدرتگیری گروه جنگجوی دولت اسلامی در سوریه و عراق به آن سبب است که خود پنتاگون نمی‌خواهد حتی بعد فروپاشی دولت اسلامی نظامیانش سوریه و عراق را ترک کنند.